بعد از او دیگه عجلشون میرسه. یعنی همه چیز خود به خود خلاص خود شد. درباره او پیلوت نام تانستی یگان معلومات به دست بیاری؟ بله. پیلوت سر یک دختر به نام دیوگو عاشق است. دختر دواخانه داره. پیلوت به خاطر او در منطقهشان حتی در نزدیک دواخانه او دختر یک گودام باز کرده. عالی. ضعف پیلوت ها پیدا کردیم. یک قسم کس بریم که تو دختر به خوبی آشنا شویم. ببین توکچه، خوب صحیح فهمیدی نه؟ واضح مازه نمیسازی. ما حال به دیدن استفدا میرم. کلی چیز باید قسم شوه که ما گفتم. فهمیدم آقا ایگار، فهمیدم سعیس. مام یک کار خور دارم، بعدش هم در شرکت می باشم. خوش کنی که ناوقت نکنی. نمی کنم. خب آقا ایگار، حال پیش خانه مولا علی میرین، اما به نظر من متوجه علی باشین. تو در کارهایی که مربوطت نمیشه دخالت نکن توکچه. فقط متوجه کار خود باش و بس. خب سعیس، خودت میفهمی. علی؟ اویگار، تو در اینجا چی کار داری؟ دیشب به خاطر کارهایی که داشتم به عروسیت آمده نتونستم. خواستم که برای تبریکی بگویم. نفهمیدم. اما من میفهمم سیفدا. ای که خوشی تو در خوشی مست ایره فهمیدم. از این خاطرم اینجا آمدم که برای تبریکی بتم. اویگار تو چی گفت؟ امیری خوب هستی ولی از خدا؟ بله میفهمم. هر چه کدام نتونستم کاری کنم که مرا صحیح بشناسی. از خاطر این وضعیت به تو عجیب معلوم میشه. ببین اگه به این شکل خوشبخت میشی، با جز از خوشبختی تو دیگه هیچ چیزی نمیخوایم. ما به خاطر تو حتی از خودم منصرف شده میتونم. حالی که عروسی کردی، حالی که ایرا را انتخاب کردی، در اون صورت تنها کاری که میتونم برات بکنم، من حیث یک دوست، من حیث یک همراز با تو همکاری میکنم. بگی یوم توفی عروسیت. من ایره قبول کردن نمیتونم. چرا؟ با او اندازه دیگه به نزاکتی نیست توفیره که برات دادم به خاطر دوستی است. گوشکو قبول نمیتونم، چون چیزی را که علی نخواه قبول کنم هم قبول نمیتونم. درست است. تا وقتی که تو قبول نکنی ما هم در اینجا استاد میباشم. هیچ جایم نمیرم. هی تو چی میکنی؟ میشه که ما وسط گپ بزنی؟ نه که دیوانه شدی چطور؟ خیلی قبول کن دیگه. گوشکو اویگار لطفا میشه از اینجا بری لطفا. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. سعیس بیبی گرفتم، حالا دیگه برو. سایس ها و دیگه ای که بعد از چاش به شرکت بیا که دوباره فسخ قرارداد همراهت گپ بزنم. درست است؟ سعیس کی آمده بود؟ هیچ، یک دوستم علی. توکچه. در دست چی است؟ لاکت پیشش مانده بود نه؟ در خانه توکچه. کجا میری؟ برات گفته بودم که برام دروغ نگویی سیفدا. سعیس اویگار آمده بود. اویگار گفتی؟ هنوزم چطور دادانه در وزیم آمده میتونه؟ علی صبر کن. از بشوریم پس شو سیفدا. علی گفتم هیچ جایی نمیری. خب سعیس کدام نیت بد نداشت، فقط به تبریکی عروسی ما آمده بود. این تو فرم آورده بود. دیگه چی گپ هست؟ تو هم بایی باور کردی یعنی همونطور است.
چی شده علی؟ چرا قسم رفتار میکنی؟ فقط که واقعا عروسی کرده باشیم. امی درست پیش خودت نمیگفتی زودتر باید این رابطه را خلاص کنیم علی؟ نه که یادت رفته. سفدا ببین، از اینکه در این خانه یک جای زندگی میکنیم نظر به این مجبور هستیم که رقم رویه کنیم. تو هم و ما. این دیگه چی مانا میته؟ تو همیشه میگفتی که هیچ مهم نیست که مردم درباره ما چی میگن. حالا چرا در فکر دیگه پا آمده؟ آی اول میشه در برابر خودت صادق باشی علی. سفدا، ما به خاطر که در برابر خود صادق بودم از اول تا حال پابندی قضیه عروسی تقلبی هستم. ای که کسی که اصرار داشت خلاص شوم ما بودم. اگه یادت باشه تو همه چیز اشتباه درک کردی ها؟ بعد از اینکه تو فکر کردی این کارت درست است، ای که انسانهای دیگه چی فکر میکنن چی میگن هیچ دیگه برات مهم نیست. اما حال مردم ما را زن شوهر فکر میکنن. با خود ما، با رابطه ما، عروسی ما اگه یک ذره احترام داشته باشیم از این به بعد نظر به او مجبور هستیم همین قسم رویه کنیم. کلش یک طرف. او آدم چطور میتونه تا دان دروازه ما بیایه؟ تو با این کار چطور اجازه دادن میتونی؟ چی که میتونستم؟ آی او آدم فقط به عنوان یک دوست آمد، تبریکی داد، توفیش داد و رفت. همی چی که میتونستم؟ سفدا هیچ باور کردن نمیتونم. گفتی من حیث دوست. آی منظورم این قسم نبود دیگه، درک کو. سفدا ببین، از تو یک خواهش دارم دیگه که تو آدم در یک شرکت کار نمی کنی. فهمیده شد؟ پنده ای باره گپ زدیم علی. اما حال در وضعیت بسیار متفاوت هستیم در زیر یک سقف. اگه من حیث زن شوهر با هم زندگی میکنیم که تو آدم در یک شرکت دیگه کار نمیکنی و نمیبینیشم، ایره قبول کردن نمیتونم و در پولشمان موضوع خساره. اورم تا چند روز دیگه حل میکنم انشالله. درست است، منتظر باش. بله سفدا. بله میشنوین آقا. من امروز به شرکت میام، چون با شرکت کارم قطع میکنم. خبر باشین. درست از هر قسمه که تو میخوایی. وقتی که آمدی باز میبینی. سعی شد؟ حال خوش شدی علی؟ چیزی که میخواستی همون تو شد؟ ما چند دقیقه بعد میبرایم. کجا بخیر؟ آی میگم کلی پلیس استانبول پشت ما میگردن پیلوت. تو گپ مرا نمیشنوی چطور؟ اگر این ما چرا خدا دی قفس قید کنیم بلی از خدا. تشویش نکن بچه، ما اونا رو میبینم اونا ما رو نمیبینن. راحت باش. ارزش شزیره داره که خدا در خطر بندازی؟ داره بچیم داره. اگر نمیداشت دیوانه خو نیستم که برایم یک کار عاجل دارم. توبه. دکتر خدا لعنتش کنم، من حسابت ازش میپرسم. تو که نمیفهمی او باید بفهمه. دکتر بلی از خدا. دکتر پس شو مادر، پس شو که من حقش برش بدم. پس شو مادر، پس شو چیکاره که حق برم که حال من درسته چون نمیمونم. من تو زنده نمیمونم. تو برای ما کتا زیگا بزن. ما تو گبای خصوصی داریم. دخترم بیا حالا دکتر لطفا بیا. تو بیرون شو. بیبی تو نشستی، لطفا با دخترم دست نزن. لطفا مادر تا بیرون کرده. پیش تو میای خب؟ لطفا تو نشستی با دخترم دست نزن. دروازه رو باز کن. آلبر لطفا با دخترم دست نزن. آلبر لطفا. آلبر لطفا. دروازه رو باز کن. آلبر لطفا امرش کار نداشته باش. سفدا. بله علی. نه که کدام چیز دگام است که میخوای انجام بدم. ببین ما تو چی علی؟ قبل از اینکه قدر در زندگی مداخله کنی به نظر اول نباید گپه و گفتن داشته باشی؟ سفدا، ما به تو زیاد ارزش میتم. ایره خودتا میفهمی. آه نکو. اینقدر زیاد؟ وقت تو را پیشو آدم میبینم تحمل کردن نمیتونم. درک کن. چرا؟
تو؟ به خاطر که ما اینا میفهمم که ایگار نیت خوب نداره سفته. میفهمم. نگو درست است. هیچ نگو هیچ. چون که من درست درک نمی کنم نی؟ فرار کو ببینم تا کجا فرار کرده میتونی. فرار کو. چوب باش. آلتر لطفاً امرای دخترم خراش نگی لطفاً. کمک. چی گپ شده؟ ایلایم کو کمک وداد آمدم. نه نکو کمک بچه می صداست کجا میه؟ ایلایم کو کمک با ما چی پیلوت؟ بیا زوبا اندازه کافی از خود درد سر داریم. بچه نه که نمیشنوی یک زن از صدا میکنه کمک. های پیلوت با کمک کل مردم مملکت ما تو رسیدگی میکنی. های بیاده لطفا نکن بلند شد بخیر نکن صبر کن. قسمه که فکر میکنی او تو نیست. ای دختر بیا از اون چندان دختر نیست. هیچ مادر مثل تو بی غیرت به دنیا ناورده. لچک بخیر. خوب هستی؟ خوب هستم یه بی شرف خبرت ذره نرسان نه؟ پیلوت موضوع چی است؟ موضوع خلاص شد وداد. خلاص شد. موضوع هنوز خلاص نشده. تو را از بین میبرم. مشکلی اینا چی است؟ تو ایرا میفهمی ودت اختار میتن در صورتی که اگه سلا را در دستت گرفتی باید فایر کنی. خوب هستی؟ حالا بخیز از اینجا برای حالا خوب هستی نه؟ کدام چیز خود نشده؟ نه چیز نشدیم نه. در خانه دیگه کسام هست؟ مادرم. او آدم دوست پسر مادرم بود. به خاطر که عاشق ای آدم کثیف شده بود سر ما ای بلا آمد. ما تو را از کجا میشناسم؟ در منطقه ما مولا علی جان. من دوست سیفتا هستم. اما شما را میشناسم اما نمیفهمیدم که این قسم یک آدم باشین. چطور یعنی؟ منظورت از قسم آدم یعنی چی؟ درباره شما یک آدم پست شما را یک قاچاق بر مواد مخدر میگفت. تا با یک کسی هم کلام نشی هیچ چیزی از واقعیت زندگیش نمیفهمی. بر صورت تو برو مادرت پیدا کن اما بیرون نبرایی. ما هم غم جسد میخورم.
مادر توکچه دخترم توکچه ده حق تو خودم کار نکنی پیلوت آی کلی پلیس استانبول در پشت ماست. باز تو در اینجا یک آدم میکشی بیادر. کسی همی کارا میکنه؟ وداد انسانیت تو کجا شده بچه؟ او نامرد به وجدان میخواست رو خانم بلا بیاره. ندیدی که چی کار میخواست بکنه؟ وجدانم قبول نمیکنه. من میرم. تو هم غم جسده بخور. صحیح. سعید فهمیده شد. یک استخبارات تازه رسید آقا. یک وضعیت عاجل پیش آمده. علی اثر انگشتایی که سر بکسک جیبی پیلوت بود میکشه. چه وقتی کار شد؟ نمیفهمم. ما از چشم ما خطا خورده. یعنی چی که از چشم ما خطا خورده؟ حالا در کدام مرحله است؟ منتظر نتایج است که از لابراتوار بیایه. علی در این کار تناست؟ از یک دوستش به نام یعقوب کمک میگیره. یعقوب کارا؟ بله. اثر انگشت از بکسک جیبی را پاک کنین. یکی را روان کنین کوره بگیره. در بیرون نگرده. پیلوت اگه ببینیش مشکل خلق میشه. صحیح آقا. تو امکان داره جانم. یعنی چی که شما چی کردین؟ شما یک رسم کشیدین، یک خیال ساختین. من فقط به حقیقت تبدیلش کردم. این اولین خیالاتی بود که به شما ساختیم. شریک ساختن یک خیال با شما اینقدر خاص، اینقدر زیبا که سلام. سلام. صاحبی دواخانه را کار داشتم. شما او را مشناسین؟ مستم. بفرمایین. نامم مرتز. محصل طب هستم. دویگو. در پیشم یک چند نمونه است. اگر وقت داشته باشین میشه رسیدگی کنین. درست است. البته بفرمایین. بیاین از این طرف. هنوزم پیش دکان استاد هستم. اثر انگشت بکسک پیلوت تثبیت نشده. حال دوستش یعقوب هم آمد. خوش آمدی یعقوب. خوش باشی. بکسکش تسلیمش کردن. حالم در دستش هست. ولی اصلا نزدیک نشی. از فاصله دور او را تعقیب کو. جای بکسک پیدا کو و او را بگی. سعید در تعقیبش هستم. چی وقت نتیجه اثر انگشت خود آمد؟ تا شام هر چیز معلوم میشه بیادر. خوب است. به خاطر رسیدن به بیدرم تناسباتی که در دست دارم همی است. علی درباره تاکاجی کدام معلومات به دست آوردی بیادر؟ هنوز نه. نظر به ای که او آدم مرد کل حسابا بسته شد. اما بسته نخواد شد. ای را خو میفهمی نه؟ میفهمم اما او قسمت قضیه او قدر برای مهم نیست. یعقوب ببین تاکاجی با معلوماتش یک جای مرد.
یک راه دیگه به خاطر رسیدن به پدرم بسته شد. متاسفانه حال دیگه به خاطر رسیدن به او تنها فقط امی امید دارم. همین که هر چیز معلوم شد ما برات خبر میدم. صحیح است. زنده باشی بیادر. خداحافظ. خدایا به خاطر که بتونم بیادرم پیدا کنم کمکم کن. کارمندانا فرمانی میکنن دیگه با زور نگاهشون کردن نمیتون. کم دیگه مصروفشان بساز. سیفدا چند دقیقه بعد میایه بخیر. توکچه تا حال نامده؟ من ندیدمش. موبایلشم خاموش است. به هر صورت اگر نیایم میشه حالا تو برو کارمندا رو مصروف بساز. صحیح. ایزگی با تو یک چیز میگم. ها اما میگفتم که خدا داد کجاست؟ پشت ما دق شدی؟ سعیز بعد از از پیش دور نمیشد. آینه که ما گفتم ما پشت دق شدیم خدا داد. همیالا خودت خود گفتی. تو مرا میپالیدی. گفتی چطور کی آدم نیست. انسان کسی را که دوست داره میپاله. آی خدا داد ما قسم نگفتیم تو چرا نمیفهمی؟ از خاطر که در منطقه هر جایی که میریم یک دفعه پیش روی مبریکت دادت کردیم از خاطر. فهمیدم. ما هم بدون تو زندگی کردن نمیتونم. بدون تو نمیتونم تحمل کنم. زیاد پشت دق میشم. آی خدا داد دق شدنی چی؟ امکان داره نشم؟ ملا صاحب میگه انسان کسی را که دوست داره پشتش دق میشه. آی تو مرا چه قسم دوست داری؟ تو خو مرا درست نمیشناسی چه قسم مرا دوست داری؟ چشمکای تا یک بار در منطقه طرف ما قسم سیل کرده بودی نه؟ اما قسم دیگه ما هیچ وقت تو یک کار نکردیم تو بیبی چه تو دروغ میگی؟ به هر صورت تو میخواستی به من چه بگویی خدا داد؟ میخواستم از یک چیز پرسان کنم. درست است هر چیزی که پرسان میکردی زود پرسان که حالا کتم عروسی میکنی؟ آی نه دیگه کمک فکر کن من تا دم مرگ منتظر میباشم. او قسم یک چیز اصلا نمیشه به نظر من حق منتظر نباش. اگه ناکام باشم منتظر میباشم. در اون صورت خیلی زیاد منتظر خود موندی. زیاد منتظر میباشم. حتی تا آخر عمر منتظر میباشم. بله از خدا اجازه بدین که آقا اوی گاره ببینیم. طفلم مریض است ما به کار ضرورت دارم. ما از خود خانه و اولاد داریم چی بخوریم چی بنوشیم. قسم نکنین دیگه ما به کار ضرورت داریم. کار پیدا کردن آسان است. داشته باشید این کار درست است. یک دقیقه آقای گار فعلا وقت نداره اما بعدا هم راه شما گپ میزنه. درست است. ما به کار ضرورت داریم. کم انصاف داشته باشید این قسم خونه میشه دیگه تو نکنین. ده حق ما بین صافی اولادای ما چی بخوره؟ بیا سیفدا بیا بیشی. ده پایین چی گپ است؟ اوف شرکت هم بسته میکنیم از خاطر کارگرها کار میشن نه؟ درباره خو هیچ گپ نزده بودیم. این گپ بسته کردن شرکت از کجا شد؟ روز در نمایش جواهرات و حمله که سر شرکت شد نه اعتبار شرکت به خاک یکسان که سیفدا سهمی که در بورسا داشتیم او هم از بین رفت و خلاص شد. یعنی به اندازی است که با شرکت بسته شود؟ اگر فقط امو باشه خوب است. قراردادهای زیاد را از دست دادیم. در قرارداد خدای ما یک ماده به نام حفظ اعتبار شرکت هم وجود داره. به خاطر او حادثه ای که شد تاوان بسیار را باید بپردازیم سیفدا. فعلا حتی نمیتونیم که معاشات کارمندا را بپردازیم. من واقعا زیاد جگرخون شدم. به هر صورت تو خود خسته نساز. هرچی نباشه تو نو عروسی کردی. در این روزای خوشید نمیخوایم که تو را جگرخون بسازم. بیگی قرارداد است. قسمی که گپ زده دور انداختن میتونیش. بسیار خوب یک چیز پرسان میکنم. حالا اینقدر مردم یعنی بیکار میشن.
خانواده‌ایم هستن که مجبور هستن متوجه اولادشان باشن. اونا چطور؟ بله، اما تو یک چیز است. اما متاسفانه که ما هم کار کردن نمیتونم. آرام باشین و خودش پایین میه. شما تو رفتن نمیتونیم خانم محترم. تو رفتن نمیتونین خانم محترم. آقا شما این کارو دقیق ما کردن نمیتونید. قسم نکنین دیگه. بعد از نظرتان کار پیدا کردن آسان است. خود داریم لطفا آقا. فکر نکنید چی بخوریم. میفهمی تمام چراغا را ما درست کرده بودم. البته. سلام علیکم. سلام علیکم سلام. سلام مولالی، بفرما بیا. علی خان بدر یک کم کار دارم. اوه یک دو کلمه گپ بزنیم. بیا یک چای بخو. بیا حالا بیا. کنان دمیز ما یک چای به ملا صاحب بیار. بیا خوش آمدی. زنده باشین. بیا 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 بیا. سلام علیکم. بیا اینجا بشی. بیا بفرما. سلام علیکم. سلام علیکم. اوه زنده باشین. مولالی میگن که خانم تو در کدام جایی کار میکنه؟ خدا با کالای برهنه نمایش میته میگن. ما چه مدل است یا کدام چیز دیگه؟ به نظرت چیزا گناه نیست؟ نوشتن گناه در اعمال نامه دیگرها کار آسان است. اگه هر کس گناه خدا ببینه باز مشکل پیش نمیه. اما وقت شما اینقدر علاقمند، کنجکاو و مشتاق و با تشویش هستین، باش که براتون بگویم دلتان جمع شوه. خانم سیفدا و کار ایلا کده. به خانمتان همی کار میزیبید مولا صاحب. آفرین به شما. بیاز انجام دادن او کار هیچ درست نبود. توبه الا کنین دیگه کی چی کار میکنه. بیا درو. شما از خود کار ندارین ولی از خدا. این قسم نگو علی خان بیادر. ای که خانم و مولا صاحب علی در هر جای غیر مناسب کار کنه به نظرت کار درست است؟ درست است الهان بیادر، درست است. والا ما چیزی را که باید میگفتم گفتم. و قسم یک چیز نمیشه. اما معلوم میشه که شما نمیخواین بفهمین. اگه باره دیگه ببینم کسی دی باره گپ بزنه باز وقت 11 سالشه نمیکنم. خدا حافظتن. بخیر برین مولا صاحب، بخیر برین. زنده باشین. دوستا شما هیچ به گپ زدنتان نمیفهمین. از اینکه یادم خواستم بیخی پشیمان شدم. حالا دیگه خداحافظ، روزتان خوش. برو بخیر بری. ببینین ما نمیخوایم که سر هیچ کدام شما ظلم شوه. فقط وضعیت شرکت در بین است. حال ما هم چیزایی که لازم است براتان میگم دوستا. متاسفانه ما هم هیچ کاری کردن نمیتونم. ببینین آقای کار، این طفل مریض است. ما یک خانم هستم، به تنهایی خود 5 طفل کلان میکنم. ما به پول ضرورت دارم. اگه بیکار شم باز چی کنم؟ 10 سال میشه در این شرکت کار میکنم. از برکت شما دخترم ده پانتون را پیدا کرد. 2 طفل دیگه ما مکتب میرن. بعد از این قدر خرج و مصارف چطور بپردازی؟ لطفا آقا این کار نکنین. اگه شما این کار کنین باز طفل ما گوش نمیمونن. لطفا آقا با ما کمک کنین. خیر این کار نکنین. شما چطور دانستین این کار نکنین؟ از این بعد ما چی بخوریم؟ یعنی هیچ کاری کردن نمیتونیم؟ راستش یک کاری است که میتونیم سیفدا. هفته گذشته یک کار بزرگ را گرفتیم. اما اونا میخواین که مدل او کار خانم سیفدا باشه. پول پیشکی میپردازن و اون مقداری که میتونه خساره تمام شما را بپردازه. اما متاسفانه خانم سیفدا قرارداد خود امروز فسخ کرده. از زیر پایایتان خدا میندازم. لطفاً آرام باشین، تو نکنین. بریاز خدا خاله جان این قسم یک چیزم امکان داره؟ خواهش میکنم ما را کمک کنین. 8 سال است که از برکت شرکت نان میخوریم. شوهرم فلج است. ما بعد اگه ما کار نکنیم اونا نان خوردن نمیتونن. ما چی کنیم؟ خیر این کار نکنین. اولاد انصافی را در حق ما نکنین. این انصافی است. جایی تو شرای ما چرا بیکار نکنین. غیر امرای ما کمک ما به کنین. کار ضرورت داریم. ولی از خدا. بسیار خوب. هر چیزی که از دست ما بیای آماده هستم که بکنم. به خاطری که شما بیکار نمانین هر کاری که لازم باشه میکنم. براتان وعده میدم. حتی در این کار من پول زیادم نمیخوایم. فقط کافی است که طفل معصوم خوب شود. خداوند ازت راضی باشه خانم. بسیار زیاد تشکر. خداوند شما را زنده باشید. از اینکه در قصه ما بسیار تشکر. خداوند ازتان راضی باشه. بسیار تشکر. بسیار زیاد تشکر. خداوند از شما راضی باشه. بسیار انسان دلسوز هستید. خداوند ازت راضی باشه خانم. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین خانم. از اینکه در قصه ما هستین بسیار تشکر. میبخشید. خداوند ازتان راضی باشه. خانم. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین خانم. خداوند از شما راضی باشه. بسیار انسان دلسوز هستین.
علی سفدا بدون کدام جنجال از او شرکت برآمدی، اما تو نیست. بیبی اگه آدم مشکل خلق میکنه که اونجا بیایم. نه مشکلی نیست، کار ایلاکدم. بیاز ما وقت آمدم باز برات قصه میکنم. درست است. اویگار نمیخوایم علی خبر شوه که اینجا کار میکنم. اگه برش نگویی خوش میشم. بیا از اون نظر به که کار طول نمیکشه. اگه برش نگویی خوب میشه. بالاخره او شوهرت است. اگه با فما بسیار خوب میشه، اما خودت میفهمی و تصمیمت احترام دارم. اگه میگی که نباید با فما، درست است. بسیار تشکر. شما کاملا خوب هستین خاله فردوس. اما تو در نظرتان آمده. تشکر دختره. روزکت بخیر. روز بخیر. بخشش باشه، شما را منتظر خواهش میکنم. خب حالا قیمت های شما واقعا مناسب است. ما دوایی را که نشانی کردیم فقط هم اونا را میخوایم. خوب است چرا نه؟ بسیار زیاد تشکر. دیدن دوباره شما به من یک افتخار بسیار بزرگ است. یعنی کاش که کل مشتریای ما به مثل شما باشن. روزتان خوش. چطور یعنی؟ نه دیگه، نه که او را من خیالی دیدیم. ما خداوند عمرت برکت بندازه. خداوندا مولا علی را جان جور نصیب کو و صاحب یک زندگی آرام بسازش. حالش کردم میایم. حالش کردم میایم.
آی دختر معلوم است کجا هستی؟ با شرکتم نامده بودی. دکتر؟ تو خوب هستی؟ خوب هستم. چطور خوب هستی؟ رنگت سفید پریده. بگو برام چی گپ شده؟ یک نفر سر من حمله کرد. کوشش کرد سرم تجاوز کنه. چی؟ صرف تا واقعا نمیخوایم به یاد بیارمش. حملت خوب کدام کاری نکدنی؟ نه نکده. آی دخترای، به خاطر چی قصه مردم را اعدام نمیکنن؟ من خود نمیفهمم. گد اعدام نی، به من میزدش. نفهمیدم. یک آدم به نام پیلوت است نی. داخل لحظات او مرا نجات داد. او کثافتم زیر خاک کرد. گفتی پیلوت؟ دختر او آدم مافیایی است. هر چیزی هم که باشه مرا از تجاوز نجات داد. صرف ما با او کابو زندگی نمیتونستم. امکان داشت خود از بین میبردم. سیس بیا. سیسی قسم چیز داره بیاد نمیاد. گذشت. اینجا چی میشه و چی میگذره کرد؟ خوشگلی اینجا قسم جایی نیست که تو سرش حمله کنی. ای چی وضعیت هست؟ وقت معامله کردن نیست آقا کرد. امروز در اینجا قیامت برپا خود شد. آدمی که چند دقیقه پیش اینجا داخل شد باید او را به ما بدی. کدام آدم؟ تو چی میگی؟ برام واضح بگو. او آدمی که چند دقیقه پیش داخلی ساختمان شد. کسی بود که از محترمه بکسک بیادرمه دزدی کرد. نفرای تو سر ما پلان جور میکنن. چطور آقا کرد؟ بیبی اگر تو آدم تسلیم من نکنی من بسیار خوب یادارم که چه قسم بگیرمش. آرام باش علی، آرام باش. چه وقت چه قسمی کار شد؟ ما به خاطر شنیدن سوالای تو اینجا نامدیم. به خاطر گرفتن جواب سوالای ما آمدیم و کل جوابای ما پیش نفر تو هست. حبیب شرف هست. کاملا خودش هست. برم بگو آمره تو کی است بشرف؟ گپ بزن. از کی امری کار گرفتی؟ تو به کی کار میکنی؟ این امره به تو کی داده؟ اگه میخوایی ببر سرش اقرار کن یا پایین ببر که سر گپ بیارمش. پایین ما این کار نداره. یادم دم اینجا کل چیزا برم دانه میگه گپ بزن. گفتم گپ بزن. برم بگو. کار ما فراموش کردن چیزایی است که لازم است. تمامش فراموش کردی. اما تو هست برات کمک کنم که با یادت بیایم. برم بگو به
بکسک پول بیادرم ما چرا دزدی کردی؟ درباره بیادرم چی را میفهمی؟ گفتم که فراموش کردیم. فکر کنم این درد کافی نبود که به یادت بیایه. یک بار دیگه هم تو هم میکنم. برات گفتم بگو احمق بگو. اگه گپ نزنی از بین میری. ایره خود میفهمی اما تو نیست. با زود برم زود شو بگو. چی رو میفهمی؟ من گفتم که فراموش کردیم. یادم با یک شفاخانه ببرین. نه که فراموش کردی. این تشکیلات خاینا را با شفاخانه نه بلکه در قبر روان خواد کرد. رئیسی بیشرف کی اساقا کرد؟ کی خانی ساخته میتونیش که تا آدم و مرگ دان خود آواز نکنه؟ زبانی نامرگ است علی. با تو خود گفته بودم در تشکیلات جاسوس وجود داره. خوبی هم یک از اوناست. چند نفر از اینا را دستگیر کردیم اما هیچ کدامشان یک کلمه هم نگفتن. ما نمیخوایم تو با بیادرت برسی. قسمت بعدی. هر کاری میکنی بکو اما سر ما شک نکو. در روی بکسک پول اثر انگشت شما برآمد. شما صاحبی را میشناسید؟